خدا، سلام و خسته نباشید خدمت همه رفقای عزیز. امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیوی کوتاه از دوره متخصص پایتون میخوایم در مورد زبانهای همه منظوره و خاص منظوره صحبت کنیم و ببینیم که اینها چه تفاوتی با هم دارن. زبانهای همه منظوره که به صورت مخفف بهشون GPL گفته میشه، زبانهایی هستن که توی چند تا فیلد و حوزه مختلف کاربرد دارن. یعنی شما از یک زبان ثابت میتونید توی چند تا فیلد و چند تا در واقع زمینه مختلف استفاده کنی. زبانهای خاص منظوره که به صورت مخفف بهشون DSL گفته میشه، زبانهایی هستن که فقط برای یک منظور خاص و فقط برای یک هدف خاصی طراحی شدن. خب اینها یک سری مزایا و معایبی نسبت به هم دارن. مثلا زبانهای همه منظوره تو همه فیلدها به یک اندازه قدرتمند نیستن. مثال بزنیم از زبان پایتون توی فیلد وب قدرتمنده، توی فیلد هوش مصنوعی مثلا قدرتمنده، اما توی فیلد اندروید همچنان ضعف‌هایی داره و نمیشه به عنوان یک زبان بسیار قدرتمند توی این فیلد ازش نام برد. اما زبان‌های خاص منظوره مثلا نسبت به زبان‌های همه منظوره تو اون فیلدی که دارن کار میکنن قدرت بیشتری دارن دیگه، چون تمرکزشون روی همون جایی هست که روش کاربرد دارن. اما خب از طرف دیگه زبانهای همه منظوره یه خوبیش اینه که تو یه زبان یاد میگیری ولی میتونی تو حوزه‌های مختلفی کار کنی و نیاز نباشه که دوباره زمان زیادی صرف کنی بری یه زبان دیگر رو یاد بگیری. مثلا شما پایتون رو یاد گرفتی، وب کار میکنی، فردا دوست داری بری سمت هوش مصنوعی، خیلی مشکل چندانی برات پیش نمیاد و کافیه حالا بری پایتون رو بلدی یه سری کتابخونه‌های دیگه در مورد اون بخونی. خب اما چرا این مبحث مهمه؟ اصلا چرا من در موردش صحبت کردم؟ ببینید شما به خاطر یک هدفی اومدید دوره پایتون رو یاد بگیرید. اینجوری نیست که از خواب پا شدید میگی که خب بسم الله الرحمن الرحیم روزمون رو شروع می‌کنیم میرم زبان پایتون یاد بگیرم. بالاخره یه هدفی پشتشه. یا می‌خواید آخرش برین سمت طراحی وب، یا می‌خواید برین سمت مثلا هوش مصنوعی، یا می‌خواید سمت گیم برین، یا هر موضوع دیگه‌ای. بالاخره به یک دلیلی این پایتون رو انتخاب کردید. پس باید بدونید که پایتون توی اون فیلدی که شما انتخاب کردید به درد میخوره، قدرت داره یا اینکه نه. اگر مثلا این زبان برنامه نویسیتون توی اون حوزه‌ای که میخواید کار کنید ضعیفه، بهتره که زبانتون رو عوض کنید. البته پایتون تو اکثر فیلدها همچنان قدرتمنده و توی اون فیلدهایی که ضعف داره مطمئنم 1-2 سال بیشتر طول نمیکشه که تو اونها هم قدرتمند بشه. اگر من پایتون رو برای خودم شبیه سازی کنم میگم ولدمورت دنیای برنامه نویسی، جادوگر واقعی دنیای برنامه نویسی، کسی که بدون شعار واقعا همه کار از دستش برمیاد، آچار فرانسه دنیای برنامه نویسی. و برای همین خیلی نگرانی بابتش نداریم. ولی خب مهمه این مبحث که شما بدونید حالا هر زبانی انتخاب کردید، پایتون غیر پایتون، توی اون فیلدی که میخواید به دردتون میخوره یا خیر. و البته اگر مثلا کاربردی هم داره، مثلا توی اندروید آیا انقدر قدرتمنده که شما بتونید مثلا اپلیکیشن های تجاری باش بسازید و یا خیر. و یه نکته خیلی مهمه دیگه که لازمه شما اگر تازه وارد دنیای برنامه نویسی شدید در موردش بدونید، اینه که هر زبان برنامه نویسی که انتخاب کردید، فرق نمیکنه پایتون، سی شارپ، جاوا اسکریپت، PHP، بدونید که بعد از اینکه پایه برنامه نویسیتون رو یاد گرفتید، یعنی اون زبان رو یاد گرفتید، حالا وقتی دارید میرید سمت حوزه های دیگه باید یک سری فریم ورک ها و مثلا کتابخونه های دیگه هم یاد بگیرید. صرفا همین چیزایی که یاد گرفتید کافی نیستش. گفتم فرق نمیکنه چه زبانی باشه ها. مثلا شما وقتی که با پایتون میخوای بری سمت وب لازمه حالا جنگو فلاسک رو یاد بگیری، یا مثلا وقتی با سی شارپ میخوای بری سمت وب لازمه که ASP رو یاد بگیری، یا مثلا زبان PHP میخوای بری سمت وب لازمه لاراول رو یاد بگیری. در کل هر زبانی که میخوای باهاش بری سمت وب یه فریم ورک، یه کتابخونه بهت میده که با اون بتونی کار کنی. حالا این فقط مثال در مورد وب بود، حوزه های دیگه هم همینجوری هستن. زبان رو که یاد گرفتی لازمه یه سری کتابخونه ها یا فریم ورک های دیگه یاد بگیری که بتونی باهاش تو اون فیلد مورد نظرت کار کنی. توی این دوره ما به شما پایتون رو یاد میدیم، آخر سر یه سری کتابخونه ها هم توی فصل آخر معرفی میکنیم در حد معرفی و آشنایی. ولی خب ما نمیتونیم بیایم تخصصی در مورد مثلا هوش مصنوعی توی اون دوره بهتون شما آموزش بدیم، تخصصی در مورد وب به شما آموزش بدیم و برای هر کدوم از اینها دوره جدایی ضبط میشه که خودش یک دوره مفصل و طولانیه. پس شما اینجا دارید زبان برنامه‌نویسی یاد میگیرید،
و دوره های دیگه هم ان شاء الله با همین پایتون ضبط میکنیم برای هوش مصنوعی، برای وب، برای حالا چیزهای مختلف که میتونید یاد بگیرید. گفتم این فقط برای پایتون نیست، هر زبانی خواستید یاد بگیرید، بعد از یادگیری اون زبان برنامه نویسی شما هر فیلدی که خواستید برید کار کنید لازمه کتابخونه ها و فریم ورک های خاص اون فیلد رو یاد بگیرید که ما ان شاء الله برای پایتون همه حوزه های تاپش رو سعی میکنیم که براش ویدیو ضبط کنیم و آموزش بدیم. اگر مثالی از زبان‌های تک منظوره بزنیم HTML CSS، بچه‌ها ببینید داخل پارانتز بگم بله میدونم HTML و CSS زبان برنامه نویسی نیست، زبان نشانه گذاریه. فردا دوباره یه چند نفر شروع نکنن بگن که دولتی گفت زبان برنامه نویسی ها، دیگه ما ترسیدیم. نه، میدونیم زبان نشانه گذاریه ولی به هر حال زبان برنامه نویسی هم نباشه، زبان نشانه گذاریه. مثلا HTML و CSS توی طراحی و استایل دهی صفحات وب کاربرد دارن. دیگه تو نمیتونی بیای مثلا از HTML برای نمیدونم هوش مصنوعی استفاده کنی، برای امنیت استفاده کنی. البته ببینید بچه اینهایی که میگیم تک منظوره صرفا دلیلی نداره فقط و فقط تو اون فیلد کاربرد داشته باشن. ممکنه بله یه جاهایی مثلا ازشون استفاده بشه، ولی دیگه ما میدونیم کسی از HTML نمیره توی هوش مصنوعی، توی مثلا نمیدونم نرم افزار ساختن استفاده کنه. شاید بله یه جایی از HTML استفاده بشه برای طراحیش، ولی عموم کاربرد HTML CSS برای وب، یا مثلا SQL برای دیتابیس. خب SQL برای دیتابیس استفاده میشه، XML هم همینطور، VHDL مثلا برای طراحی مدارها استفاده میشه، لیتک برای در واقع داکیومنت ها و اسناد استفاده میشه. دوستانی که پایان نامه کار کردن احتمالاً باهاش آشنا هستن. در کل اینها یه سری از زبان ها هستن، حالا چه نشانه گذاری چه برنامه‌نویسی، که توی یک فیلد خاصی فقط کاربرد دارن، توی یک فیلد خاصی متمرکزن. اگر هم جای دیگه استفاده میشه تک و توک، خیلی کم، تمرکزشون توی یک جا هستش. اما یک سری زبان ها هم داریم که برای چند تا فیلد مختلف استفاده میشن که گفتم بهتون. ما در اسلاید های بعدی این رو نگاه میکنیم. شما یک سری از اون موضوعات خیلی تاپ دنیای برنامه نویسی رو خواهید دید توی اسلاید های بعدی، ولی همش نیست، کلی فیلد دیگه هم داریم. لطفاً برید توی اینترنت، توی هر جایی که خودتون دوست دارید در مورد زبانی که انتخاب کردید تحقیق کنید، ببینید که بله برای فیلدی که شما میخواید یاد بگیرید، شما میخواید در آینده کار کنید، کاربردی هستش یا خیر. خب مثلا شما چند تا زبان رو میبینید که تو حوزه وبسایت کاربرد داره، پایتون، PHP، جاوا، C#، روبی، JS. یک سری زبان ها برای گیم میبینید، یک سری زبان برای سیستم تو کار میبینید، برای تحلیل داده، برای دسکتاپ، موبایل. و نکته جالب توجهش چیه؟ عملا شما میبینید که همشون پایتون رو دارن، یعنی اصلا این پایتون لامصب تو همشون وارد شده. حالا امنیت و هوش مصنوعی هم جزو محبوب ها بودن که من اینجا آوردیم که میبینید باز هم پایتون تو همشون هست. اصلا این پسر انقدر پسر باهوشیه، هر جایی که بخواد یکم محبوب بشه سری میره توی اون فیلد و خودش رو نشون میده. حالا فیلدهای بسیار متنوع دیگری هم وجود داره، مثل اینترنت اشیا، بلاکچین و کلی موضوع دیگه که باید بررسی کنید ببینید زبانی که انتخاب کردید توی اون فیلد کاربرد داره یا خیر. پس ما توی این ویدیو یاد گرفتیم که زبان همه منظوره و زبان تک منظوره یا زبان خاص منظوره چه تفاوتی با هم دارن. امیدوارم که موفق باشید و این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.